بابا این سینک خونه باز داره آب میده. تو رو خدا این سری خودت درست نکن. برو زنگ بزن یکی بیاد. خب باشه برو دم در به یکی شمارهایی که میچسبونن زنگ بزن بیان درست کنن. جدی میگی؟ دمت گرم. اینجاست قربان بیزم یه نگاه بهش میندازین داره آب میده. نگاه بهش سخته. حالا یه لحظه نگاه بنداز. حتی برای یه لحظه عزیزم شما یه دست بزن. اشتباه محضه. خودم درست کردم کم سن تو بچه با من بودی ببین بابا جرت الان زنگ می‌زنم میزنم وسط. یکی دیگه. قربان اشتباه نصب نکردین احیانا؟ حاصل آخرین درگیری قلب و مغز من یه اشتباه خوب بود. این اصلا به سمت بالا آب میده بابا. یه لحظه بازش میکنی؟ زنده باد اشتباه خوب من. برو زنگ بزن یه آشنا بردار بیار. تو خجالت نمیکشی؟ چی برداشتی میزنی؟ کودک کار آوردی اینجا؟ آشتا واسه تعطیل بعد با اشعار رب شده علامه در رو بدم هرچی که فتوا بدم درجا به من لفتای گنگ حسابی چه بابا داشت. چرا نمیاد؟ اومده بابا. اسکلم من اینجا هیچ کس نیست. بابا ولی نگاه کن اون آچاره داره تکون میخوره. یا پیغمبر وایسا الان چی گفتی؟ میگم اون آچاره داره تکون میخوره. اون آچاره داره تکون میخوره. اون آچاره داره تکون میخوره. دهن تو ببند یه لحظه. آچاره قربان شیرتون که درست شد. همکارم هم کولرتون رو سرویس کرده و اگر هر خدمات دیگه ای خواستین ما در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم از اخلاق حرفه‌ایتون. خواهش میکنم. با من عزیزی نه بابا چی شد؟ چی شد؟ ظرفه داره تکون میخوره. ظرفه داره تکون هیچ کس میخوره. بذار زمین میام لهت میکنم.